سطح و صفت تعلیم در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سال از سال بهتر شده. دستاوردهای آموزگاران و دانشجویان می‌افزاید. این نکته ضمن یک جلسه با اشتراک نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، رهبریت استادان و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی از جانب رکتور دانشگاه اهل‌دین عبادالله‌زاده بیان گردید. نتیجه بلند گردیدن دانش محصلین است که امروز تعداد گیرندگان استیپندیای اعلی در این مؤسسه عالی تعلیمی از 182 نفر به 407 نفر رسیده است. همین گونه اشتراک محصلین دانشگاه در آزمون‌های سطح جمهوریوی و غالبیت آنها افزوده است. تنها دوام سال 2024 دانشجویان در یک قطار آزمون‌ها از جمله آزمون‌های جمهوریوی علم، فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است، خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت، جامع رکتور دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، داننده بهترین کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اشتراک فعالانه نموده صاحب جایهای افتخاری گردیدند. ضمن سخنرانی خویش نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از دستگیری و غمخوری‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایامعلی رحمان در ساحه معارف و علم ابراز اندیشه نموده نقش این درگاه را در سمت آماده کردن متخصصان بلند اختصاص، کادرهای علمی و پداگوژی و اشتراک در عملی سازی هدفهای مهم کشور مؤثر بیان نمودند. همزمان تاکید شد که در جواب به این همه دستگیری‌های حکومت مملکت مسئولین را ضرور است که جهت بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت، اقتدار علمی دانشگاه، رشد همکاری‌ها با مؤسسه‌های علمی کشورهای خارج، آماده نمودن متخصصان به طلبات زمان جوابگو، تدبیرهای بیشتر اندیشند. در همین مراسم یک قطار آموزگاران برای تعلیم و تربیت دانشجویان و آماده کردن آنها با آزمون‌های سطح بلند و دانشجویان برای شرکت در چنین سبقت‌ها با مکافات پولی قدردانی گردیدند. با مقصد هوسمندگردانی غالبان و اشتراکچیان فعال آزمون‌های سطح جمهوریوی از جانب رهبریت دانشگاه آموزگاری به آنها از 500 تا 5000 سومانی مکافات پولی تقدیم گردید. باید گفت که طبق امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایامعلی رحمان، سال روان نیز آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت با قدردانی‌های بیشتر برگزار می‌شوند. آموزگاران و محصلین این درگاه علم و معرفت علاقه از حال حاضر برای اشتراک در آزمون‌های مذکور آمادگی می‌بینند تا در سال روان نیز در این آزمون‌ها دست بالا گردند.